حماس، یعنی شهر غزه وارد شویم و مراکز قدرت درون آن را نابود کنیم، حماس برای نجات حکومتش دست به اقدام خواهد زد. همچنین گمان می‌کردم که اگر فشار نظامی گسترده ما با فشار سیاسی گسترده از سوی دوست بزرگمان رئیس جمهور ترامپ همراه شود، این ترکیب حماس را باردار خواهد کرد و همه حقوق شدگان را بازگرداند، در حالی که ارتش ما در عمق نوار غزه باقی میماند و نقاط تحت کنترل خود را حفظ می‌کند و این همان چیزی است که اکنون رخ داده. به این ترتیب ما حماس رو از همه جهات تحت فشار قرار می‌دهیم. در آستانه مرحله بعدی طرح که در آن حماس خلع سلاح خواهد شد و غزه غیر نظامی می‌شود. اگر این امر به صورت راحت و آرام محقق شود چه بهتر، و اگر نه به روش سخت تحقق خواهد یافت. در همین رابطه همکارشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، شرایط داخل نوار غزه الان چطوره؟ خب از صبح امروز از دیشب نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خودشون رو به اون خطی که از پیش مشخص شده بود و بر اساس اون توافق شده بود آغاز کردن و ظهر امروز کمی بعد از ظهر در اون ساعت 12 این عقب نشینی به پایان رسید. خب بعد از اون هم بود که بنیامین نتانیاهو اومد و این پیام ویدیویی که الان دیدیم رو منتشر کرد. اگرچه باید گفت که نیروهای اسرائیلی تا این خط عقب نشستن همچنان داخل نوار غزه هستن. مایا پاستیل داره نازل میکنه. پاستیل تو چرا اینقدر مهربونی مامان؟ می‌شنیدیم که به نظر میاد که همون چیزی بود که ارتش اسرائیل گفته بود. مایا پاستیل تو رو دوست داره؟ آره مامان. قربونت برم مامان، قربونی چیشات بلم. اینم چی تکونه خودم نازش کنه. قشنگ بازیگر خوبیه. گوش شیطنتش گرفت. مایا نه. مایا بیا بیا. این سوری میخواد محبت کنه. پاستیل نه. پاستیل نه. سوری میخواد لیس بزنه. پاستیل نه. انگار فکر کنه بچهشه. پاستیل یعنی دقیقاً چه اتفاقایی میفته به نظرت؟ بیا مایا بیا. مایا بیا. دستش گیر کرده. آره. مایا بیا. زخم میشه. ای جان. پاستیل نه ماما. اسم ناخونش نه. پاستیل نازه مامانم.